چنانچه که الله جل شانه اهداف و مقاصد یک جوان مسلمان را در قرآن و سنت بیان نموده و مثل صحابه رسول صلی الله علیه و سلم که همانا ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر رضی الله عنهم اجمعین بودند و در موقف‌ها و استعدادهای مختلف خدمات خیلی زیاد و جهانی برای امت اسلامی انجام دادند. می‌بینیم شیرمردی نظامی و جنگی و مبارز و مجاهدی اکبر خالد ابن ولید رضی الله عنه که با علمیت و تعلیم خیلی کم 70 شهر به دست او فتح شد. سبحان الله. اسامه بن زید رضی الله عنه جوان 19 ساله که امیر 1,00,000 نفر تعیین شد، یعنی 100,000 نفر زیر مأموریت او و از او اطاعت میکردند در لشکر. مثل عمر رضی الله عنه خلیفه دوم اسلام که همانا به اسلام آوردن نفر 40 هست، به تلاش و مبارزه و سبقت گرفتن در راه دین الله جل شانه و تحکیم حاکمیت اسلامی و بلند شدن حدود الله و از بین رفتن کفر و شرک و الحاد و ارتدادها مبارزه کرده، از نفر 40 بودن به نفر دوم بودن رسیده، دوم شده. پس تمام محصلین و متعلمین و طلاب مدارس باید مقاصد زندگی و جوانی و علم و دانش را بدانند که همان او اسناد تحصیلی و مأموریت 10,000 و 5,000 نیست، بلکه مقاصد هر جوان مسلمان است که باید من یک داعی بین المللی امت اسلامی شوم و من یک مجاهد و فاتح جهان شوم و لکها و میلیاردها انسان توسط علم و دانش من تربیه شود و تمام کفر و شرک و الحاد از روی زمین به شمشیر جهاد و قتال و مردانگی من زیر یک حاکمیت واحد اسلامی مثل خلافت خلفای الراشدین و تمام خلافت‌های اسلامی که امروز هم الحمدلله به منهج نبوت صلی الله علیه و سلم خلافت در روی زمین زنده شده و زنده می شود و جوانهای مخلصی از محصلین پوهنتون و متعلمین مکاتب و طلاب مدارس می باشند که هجرت می کنند و بیسیج میشن و نظام اسلامی و عقاید و دروس اسلامی را یاد میگیرند و برای دفاع از حدود الله جل شانه و از سنت های نبی صلی الله علیه و سلم و از رشادت و قربانی هایی که صحابه کرام دادند و انتقام او مسلمان های مظلوم و بیچاره و بیکس خواهران و مادران که در افغانستان و در فلسطین و عراق و سوریه و لیبیا و تمام ممالک اسلامی توسط کفار به شکنجه و ظلم و استبداد و زیر زولانه های تواقیت قرار دارند، برای آزادی آنها و برای بلند شدن حدود الله متعال و برای نافذ شدن خلافت اسلامی این جوانها زندگی هدفمندانه را تیر می کنند. فلهذا رضای الله جل شانه و مبارزه و عمل کردن به فرایضی که بسیار وقت میشه، پیش از 3 قرن میشه از بین امت ترک شده، او فرض نظام سازی است و او فرض یک امت بودن واحد هست و او فرض جهاد و قتال هست و او فرض تطبیق حدود الله است و سرزمین های اسلامی که مسلمان ها باید زیر یک قیادت خلیفه مسلمان ها جمع بشن و حدود الله متعال تطبیق کنند در روی زمین. پس جوان های مسلمان، دختران و پسران یهودی و نصرانی و مسیحی و کاتولیک هدفشان است که بوت خود را راضی بسازند و برای یک خدای گچی و سیمانی و باطله خود آماده به هر مرگ و قربانی و جان دادن هستند. پس شما جوانهای مسلمان باید داعیای خوب نظام اسلامی و خلافت اسلامی باشین و سربازهای رشید و جوان مرد و با غیرت مثل اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و اسلاف امت و سلف صالحین باید باشین. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یکی از جوانهای امت بود که به 8 سالگی حافظ قرآن شده بود، به 16 سالگی مفتی شده بود، 1 ماه در جهاد و 1 ماه در دعوت، 4 ماه در جهاد و 4 ماه در دعوت و 1 هفته در دعوت و 1 هفته در جهاد و کل عمر را اینطور سفری کرد و 1300 جلد کتاب در مورد اسلام نوشت و سرانجام زندگیش فدای دین الله متعال شد. باید هر جوان مسلمان زندگی و مقاصد زندگی را بفهمد، یعنی مقاصد زندگی ما
بالاتر از تمام تکنولوژی و زراعی و وسایل دنیاست و بالاتر از تمام ساختمان‌های 60 منزله است و بالاتر از دلار و درهم و دینار هست، بلکه او بالاتر از همه اسباب زراعی و وسایل دنیا. مقصد چیست؟ یعنی دین الله است و رضای الله جل شانه است و بهشت برین و بهشت و جنت همیشگی الله متعال هست برای ما و حاکم شدن نظام اسلامی و قائم شدن خلافت هست و ختم شدن تمام صفات کفر و شرک و ارتداد از سرزمین های اسلامی است و دین 100% بعد از آن الله متعال بشه. پس به هجرت و نصرت ما و شما نیاز است. الله متعال در کلام پاک خود می فرماید این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هرگاه که شما دین الله را نصرت کنیم، قدرت الله مافوق تمام اسباب و مخلوق و اشیاست و شما را مدد و نصرت و حفاظت می کند. فلهذا ضرور هست که همه امت اسلامی باید وظیفه و مقاصد زندگی خود را خوب بفهمند. اگر ما 100 دانه موتر داشته باشیم، یکی هم زیاد سوار شده نمیتونیم. اگر 100 تا ساختمان داشتیم، یک اتاقی هم برای خواب شدن نیاز داریم. اگر 100 میلیون دلار داشته باشیم، اندازه یک نفر باید غذا بخوریم. پس ما و شما از انبیا علیهم السلام و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم افضلتر و بهتر نیستیم، و زیرا اونها جان خود و مال خود و آبروی خود قربان دین الله متعال کردند و روز قیامت الله متعال با حساب میکنه با ما و شما و میگه که من برای پیامبران و صحابه ظالم نبودم و چگونه شما از نام ما و دین ما و از تمام نعمت‌های خوب ما استفاده کردین، اما دین ما و احکام ما در روی زمین زنده نکردیم و تطبیق نکردیم. پس باید هر جوان مسلمان دعوتگر باشد به سوی خلافت اسلامی و نظام اسلامی و ما و شما از جمله مهاجرین و هجرت کننده هایی باشیم در میدان جهاد و قتال، تا که به زندگی همیشگی ابدی که حق است در او هیچ شکی وجود نداره، یعنی بهشت و جهنم بعد از مرگ، ما و شما به بهشت الله داخل بشیم و الله از ما و شما راضی بشه. و این وظیفه و واجبه ما و شما مسلمان هاست که باید به این راستا مبارزه عمومی داشته باشیم و ما به شبهه و تبلیغات کفار باید فریب نخوریم که کفار ما را تروریست، بنیادگراه و خوارج و نامهایی که مشرکین و منافقین برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن، جادوگر و دروغگو و کاذب و ابتر، اما هیچ یک از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم از دین الله و از دعوت و جهاد خود دور نکردند. پس به ما و شما لازم نیست که ما برای تصدیق کفار منتظر باشیم که کفار چی وقت ما تصدیق میکنه و ما نباید ما از تکذیب کفار متاثر بشیم. الله متعال در کلام پاک خود میفرماید که کفار با شما دوست نمیشن تا زمانی که شما تابعداریشان را نکنیم، و اگر تابعداری کفار و فکر کفار و نظام کفار و قانون کفار و عقیده کفار و اصطلاح کفار میکنیم، پس ما به کفر داخل میشیم. پس ما مسلمان هستیم، عقیده خود را از قرآن و سنت میگیریم و روش صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین و پیش از مرگ مکلف هستیم که به 100% دین باید ما و شما عمل بکنیم. الله جل شانه برای ما و شما توفیق بده که پیش از مرگ ما و شما خادم و سربازهای نظام اسلام و خلافت اسلامی در روی زمین الله متعال باشیم.